شما هم شنیدید جریان و 74 تا جسد توی بستر خشک سد کرج پیدا شده. من اینجوری شنیدم با هر متر پایین رفتن آب و خشک‌تر شدن دریاچه پشت سد یه تعداد جسد افتاده بیرون. بعد میگن هرچی میرفتی پایین بیشتر میشده. 30-40 تاش هم توی عمیق‌ترین جای رودخونه بوده که کم کم اونم افتاده بیرون و پلیس به محض اینکه شنیده مثلا 40-50 نفر اون پایینن رفته به جرم تجمعات غیرقانونی رو گرفته. ولی در کل قبول دارید مافیا تو ایران هست؟ ما فیلماشو دیدیم راجع به مافیا نیویورک، ایتالیا، استرالیا، روسیه، لهستان، جاهای خشن، کره جنوبی، ژاپن با شمشیر. ولی مثل اینکه وحشتناکتر از اون به مراتب توی دنیای واقعی توی ایران در جریان این اجساد احتمالاً همینو دارن میگن. بینامونشون مثلا توی یه مافیا گیر بیفتی بینامونشون همینجوری احتمال داره ببرن و یه بلوک ببندن به پات، این بلوک های 50 کیلویی دست تا پشت بسته از دیواره بندازنت پایین. بعد روانی که مسئول اون تیمیه که آورده تو رو اونجا بگه بای بای داری میری پایین، بای بای. به احتمال خیلی زیاد امشب من خواب اینا ببینم و ساعتهای 5 و 6 صبح احتمالاً پس بیافتم.